ترجمه حال امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. اولین 4 امام ها شروع میکنیم. اسمه و نسبه و کنیته و لقبه. نام ایشان و نسب ایشان و کنیه و لقبشان. امام بخاری رحمت الله علیه گفتند که نعمان ابن ثابت ابو حنیفه الکوفی مولا لبنی تیم الله ابن ثعلبه. نعمان پسری ثابت. نعمان کلمه عربی هست. ابن یعنی پسری. ثابت یعنی نامی پدر امام ابو حنیفه رحمت الله. ابو حنیفه این کنیه شو از کلمه کنایه گرفته شده. اگر یک انسان به نامش یعنی گرفتن اصلا اینقدر از روی آداب نیست. خوب میشد که به لقب خوبش یا به کنیهش لااقل گرفته شود. ابو حنیفه پدر حنیفه الکوفی نسبتا به شهر کوفه عراق، برای آنکه در کوفه تولد شده. مولا لبنی تیم الله ابن ثعلبه. اینها مولای بنی تیم الله ابن ثعلبه، این صحابه هست. تیم الله ابن ثعلبه صحابی خزرجی مدینگی هست، اهل مدینه هست. اینا نسبت داده میشن با اون کس. برای چی؟ بر مولا. یعنی در یه روایت آمده است که اونهایی که از باباهای امام را آزاد کرده است. وقتی که یک انسان غلام خود را آزاد میکنه یا یک غلام خریده آزاد میکند، همون غلام نسبی این را میگیرد، چون که اینم یک معنای پدری معنوی دارد. برای که پدرش پدری بیولوژیش اگر سببی به دنیا آمدن این شده باشد، این آدم از عالم غلامداری، زمان غلامداری و عالم آزادی برآورد این آدمه. بنابراین اینم یک حقوق پدری داره. بنابراین نسبت داده میشه. حتی اگر میراث خور دیگه نداشته باشد، مولای خود را میراث میخواد. و این چنین کسی که سبب هدایت یک غیر مسلمان شده باشد، اونم مولا حساب میشد. مثلا یک آدم سبب شد که یک آدم بیدین دین مقدس اسلام را با واسطه قبول کرد، اونم نسب این را میگیره. مولا هم فلانیون مولانی مولای فلانی گفته میشد. یعنی این نسب ها اجازت است. این نقل اول از امام بخاری بود و امام بخاری به همگان معلوم است که مذهبی در مذهبی ابو حنیفه نبودند. او که صاحب مذهب بودن، خودشان عالم مجتهدی مطلق بودن. درباره امام ابو حنیفه در کتاب تاریخ کبیر که در سن 18 سالگیشان نوشته بودند، در اون تاریخ در مورد نام، نسب و کنیهشان و همچنین جای تولدشان و نسبتشان به مولا نسبت دادند.